هیچ میدونستی اگه یه تیکه فویل بکشی رو بخاری رو شیار ایجاد کنی و میوه های اسلایس شده در روش بشینی، بعد از 3 ساعت یه عالمه میوه خوش داری که میتونی واسه پذیرایی و مهمونیات استفاده کنی. نکات تکمیلیش رو تو کپشن بعد نوشتم. هیچ میدونستی شیرالات جم گرفته رو بدون شستشو و مواد شوینده میتونی اینجوری برق بندازی؟ آره، فقط با یه تیکه فویل. فقط شما ببینیم، حتی فیلمم قطع نمیکنم. فویل رو روی گرم شیرالات که بکشی مثل الماس میدرخشه و مثل روز اولش میشه. مواد غذایی درشو باز شده، مثل پفک، چیپس، نمک، ماکارونی. اینجوری با یه تیکه فویل اتو درشو واکیوم کن، دیگه هیچ وقت هوا نمیکشه و خراب نمیشه. قیچیتون کند شده، پارچه‌های زخیمو دیگه نمیبره، فقط کافیه چند بار باهاش فویل برش بزنی. من اصلا فیلمم قطع نکردم. ببین چطور مثل الماس شد و این پارچه زخیمو به همین راحتی برش زد. برای ناخنگی‌های کند شده و حتی رندهای کند شده این روش قابل اجراست. اگه می‌خوای دیگه هیچ وقت از نرم کننده استفاده نکنی، یه تیکه فویل داخل لباسشویی بنداز، با لباسا شسته میشه، لباسا نرم میشه و دیگه پرز نمیده. اگه اتو لباسا رو میسوزونه یا روی لباسا برق میندازه، فقط کافیه حین استفاده از اتو روش فویل بکشی. اگه فلاسکتون چای سرد میکنه، فقط کافیه که شیشه‌شو در بیاری، دور تا دورش رو فویل بپیچی و بعد سرجاش بذاری دیگه تا 12 ساعت چای اصلا سرد نمیکنه. راستی اگه طرف براق فویل به بیرون باشه، غذا رو سرد نگه میداره. اگه طرف مات فویل به بیرون باشه، غذا رو گرم نگه میداره. به طرف مات فویل هم هیچ غذایی نمیچسبه. بفرست واسه همه خانمای خونه دار که یک عمر دعات کنن.